я, например, вовсе не считаю там Владимира Путина там чудовищем или злодеем. من مثلا پوتین را مخلوق و یا بدکردار نمی حسابم، بله من او را در سالهای 90 زمانی که یاور سبچک بود و حرفهای درست و دموکراتی می گفت و به این حرفها مثل که باور داشت در خاطر دارم. این نظامی حکومتی و زیربنایی که روسیه در آن راست می ایستد به حاکمی که می خواهد قدرت را در دست نگه دارد بجز سخت گیرانه کردن ساختار دیگر اصول را پیش بینی نمی کند، بجز اینکه نظام را به عمودی تبدیل بدهد. عملا دو راهی نگاه داشتن کشور بزرگ و گوناگون شکل مثل روسیه موجود است. یکم نگاه داشتن از راه زور، یعنی توسط ترس افکنی، عملی که همیشه در اینجا شروع از عصر 15 انجام می شد. خودی دولتی که در عصر 15 از جانب ایوان سیوم تأسیس یافته است از روی همین پرینسیپ بنیاد شده است. Само государство, созданное в 15 веке Иваном III, построено по этому принципу.